من دارم با این لب و دندون میخونم، اون با کدوم لب؟ با کدوم؟ گفتم آن حسین لحظه قودال نیستیم. چرا؟ بالای نی حال و هوای عوض شده. الان خدا نکرده به صدای آج حامد همتون آشنایید، گوش دادید. الان بگم آج حامد نشسته یه صدا ناشنا بیاد میگی خودش نیست. والا زینب یه نگاه کرد گفت حسین جان قاری من، لبهای تو مگر چقدر سنگ خورده است. قاری من چقدر صدایت عوض شده. بخون حسین جان قرآن بخون، قرآن بخون. ام حسبت ان اصحاب